کتاب کلکسیونر عطر اثر کترین تسارو. قسمت 4. کاش میذاشتی باهات بیام. 3 روز بعد از آن مهمانی، مالوری در حالی که در تالار ورودی خانه گریس در میدان وبرن ایستاده بود، گریس را مینگریست که در مقابل آینه ایستاده بود و دکمه پالتوی بارانی‌اش را می‌بست و کلاهش را مرتب می‌کرد. مالوری کمی مضطرب و نگران به نظر می‌رسید. خیلی مطمئن نیستم. تازه از تو هم زبان فرانسوی رو بهتر می‌دونم و بلدم. یه گربه هم بیشتر از من زبان فرانسوی میدونه. گریس لبخند زد. به هر حال خیلی ازت ممنونم که تا فرودگاه همراهیم میکنی. گریس در را گشود و در تیرگی مه‌آلود اوایل صبح غرق شد. مالوری چمدانش را برایش برد و آن را پشت ماشین گذاشت. گریس نیز به خانه‌اش چشم دوخته بود. هر دو سوار ماشین شدند. ماشین مالوری یک آستین مارتین DB2 آبی بود. مالوری پرسید حتی باهاش حرفم نزدی؟ نه، بهش گفتم که توی فرانسه یه کاری برام پیش اومده و برای رسیدگی به اون حتما باید برم. واقعا همچین چیزی بهش گفتی؟ بله، از جزئیات حرفی نزدم. زیر لب زمزمه کرد و البته که اون هم چیزی نپرسید. معنای اطلاعات آخر برای مالوری به خوبی روشن بود. ماجرا بسیار بدتر و وخیم‌تر از آن چیزی بود که فکرش را می‌کرد. ماشین را روشن کرد. دوست ندارم که داری تنها میری. به ترافیک خیابان پیوست و جلوتر از ماشین شیرفروشی که بسیار آهسته حرکت می‌کرد ایستاد. میفهمم که این اتفاق خیلی ناگهانی و شوکه کننده بود و تو هم دقیقاً دچار همچین شوک وحشتناکی شدی. یه بار دیگه برام بگو وقتی با وکلای پاریس تماس گرفتی چی شنیدی؟ این صحبت‌ها قبلا بارها و بارها میان آنها رد و بدل شده بود. از این رو گریس آه عمیقی کشید و گفت من با مردی حرف زدم که اسمش تیسوت بود. بهش گفتم که حتما اشتباهی پیش اومده. مطمئنا گیرنده نامه فرد دیگه‌ای باید باشه. اما اون قبول نمی‌کرد و اصرار داشت که اطلاعات کاملا درسته و هیچ خطایی رخ نداده و من حتما خودم باید اون وصیت‌نامه رو از نزدیک ببینم و همه چی رو بررسی کنم. فقط همین؟ بله، همین. شاید نتونستی منظورت رو درست بهش برسونی. نه، از این بابت هیچ مشکلی نبود چون به زبان انگلیسی کاملا تسلط داشت. گریس ترجیح داد موضوع بحث رو عوض کند و همه چیز رو عادی جلوه دهد. چی شد؟ تونستی اون رو پس بگیری؟ توی کیفمه. میتونم؟ بله، حتما، بفرما. گریس دستش را داخل کیف مالوری برد و آن فندک صدفی را درآورد. تصمیم نداشت در این باره چیزی بپرسد، اما نتوانست جلوی خودش را بگیرد و گفت وقتی ازش خواستی این فندک رو پس بده چیزی نگفت؟ مالوری به جاده نگاهی انداخت. نه، هیچی نگفت. خیلی راحت اون رو به من داد. یعنی واقعا هیچی نگفت؟ گریس به هیچ وجه انتظار شنیدن چنین چیزی را نداشت. خب تو چی گفتی؟ مالوری به سرعت پیچید. ماهرانه توانست از برخورد با اتوبوس شماره 19 جلوگیری کند. نفس عمیقی کشید. گویی داشت خودش را آماده می‌کرد. بهش گفتم به نظرم چیزی داره که برای خودش نیست و اگه اون رو به صاحب اصلیش برگردونه خیلی ازش ممنون میشم. اوه، گریس خود را برای تنش بیشتری آماده کرده بود. فکر می‌کرد قطعاً کسی پیدا می‌شود که طرف او را بگیرد و از غرور پایمال شده‌اش دفاع کند. مواجه شدن با این تغییر رفتار مالوری، آن هم تا این اندازه مؤدبانه، همچون سیلی بود که به صورتش برخورد کرده باشد. مالوری کاملا متوجه چنین احساسی شده بود، اما نمیخواست گریس حقیقت را بفهمد. در حقیقت اینکه ونسا بدون هیچ مشکلی و به راحتی درخواستش را قبول کرده بود و این میزان از بی‌توجهی باعث نشده بود به شکوه او خللی وارد شود. ونسا در حالی که یکی از آن ابروهای سیاهش را بالا داده بود، با لحنی بسیار سرد و بیروح پرسیده بود: عجب، و اون چیه؟ برعکس این مالوری بود که به شدت دستپاچه شده بود، تا آنجا که اصلا قادر نبود به چشمان ونسا نگاه کند. به آرامی و زیر لب گفته بود یه فندک با صدف رویش. ونسا در نهایت مهربانی و آرامش داخل کیفش را گشته بود و سپس فندک را بیرون آورده بود و با روی گشاده آن را به مالوری داده بود. آدم یادش نمیمونه اینجور چیزا را از کجا برمی‌داره. همین. چهرهش نه تنها گناهکار نبود بلکه متعجب هم بود. اگر هم واقعا مسئله‌ای بود، این مالوری بود که از گرفتن وقت ونسا به شدت احساس شرمندگی میکرد. تازه با خودش فکر کرد که ونسا حتی به خودش زحمت نداده بود درباره صاحب اصلی فندک چیزی بپرسد. او ناچار نبود چنین کاری کند. ناامیدی گریس باعث عصبانیتش میشد. مالوری خودش کاملا بر این امر واقف بود که نتوانسته است از انجام کارش به خوبی برآید و از اینکه به شدت تحت تأثیر وقار و جسارت ونسا قرار گرفته بود، شرمسار و خجالت زده بود. مالوری با صدای شکننده گفت بهت چی میگفتم؟ گریس صورتش را برگرداند و از پنجره بیرون را نگاه کرد و گفت نمیدونم. کمی نسبت به مالوری بی‌انصافی میکرد. هرچه بود او توانسته بود فندکش را پس بگیرد.
گریس فندک را در جیب کتش فرو کرد. معمولا جای آن فندک در همان جیب بود، زیرا کاملا در دسترس بود و البته که باعث شده بود در آستر ابریشمی‌اش سوراخی ایجاد شود. راستش باید اعتراف کنم که خیلی شرم‌آور بود. ما در ناهار بهاری انجمن باغبانی سلطنتی قرار داشتیم. گویا مکان و زمان در قهرمانانه تر به نظر رسیدن تلاشش شدیداً مؤثر بود. میشه لطفاً یه سیگار برام روشن کنی؟ گریس دو تا سیگار روشن کرد. چند لحظه‌ای در سکوت فقط مشغول سیگار کشیدن شدند. مالوری تلاش کرد کمی فضا را عوض کند. رادیو را روشن کرد و بعد از چرخیدن در یکی دو ایستگاه رادیویی دوباره آن را خاموش کرد. تنش میان آن دو همچنان برقرار بود. چیزی نگذشت که موضوع مورد علاقه‌اش را دوباره پیش کشید. در مورد راجر چه تصمیم گرفتی؟ هنوز نمیدونم. احمق عوضی. مالوری سینه‌اش را پر از هوا کرد و بعد آن را بیرون داد. ترجیح میداد بیشتر درباره خطاهای راجر حرف بزند تا گریس. این کار به مراتب برایش راحت‌تر بود. شدت حماقت مردها تا یه حدی که دلت میخواد خفه‌شون کنی. گریس حرفی نزد. با خودش چه فکری کرده بود؟ توانسته بود نیرویی کسب کند. اصلا شک دارم به چیزی هم فکر کرده باشه. واقعا چطور تونست در حق تو چنین کاری بکنه؟ در همین حین گریس چندین و چند بار فندک رو در جیبش چرخاند و آن رو در دستش گرفت و از بابت بودنش خیالش راحت شد. به آهستگی گفت فکر نمی‌کنم همش هم تقصیرمون باشه. یعنی چی؟ میخوای بگی اونو مقصر نمیدونی؟ مالوری صورتش رو به طرف او برگرداند و نگاهش کرد. چی داری میگی؟ گریس کمی مکث کرد و سپس با ناراحتی تکانی خورد. مال، مسائل دیگه‌ای هم وجود داره. مسائلی که تو اصلا چیزی از اونا نمیدونی. مثلا چه مسائلی؟ هیچ راه دفاعی از اون وجود نداره. نه، این فقط خب راستش موضوع اینه که گریس سکوت کرد. دلش میخواست کسی باشد که بتواند به راحتی به او اعتماد کند و حالا بودن در اینجا پهلو به پهلوی مالوری و در ماشینش او را سرشار از احساس امنیت میکرد و ناچار نبود مستقیم به چشمان او چشم بدوزد. این اجازه را داشت که به راحتی حرفش را بیان کند. چند وقتی است که ازدواج ما با مشکل روبرو شده. مالوری به گریس نگاه کرد. درباره چی حرف میزنی؟ گریس نگاهش را از مالوری دزدید. واقعیت اینه که فهمیدم تا چه حد باعث ناامیدی راجر هستم. ناامیدی؟ مالوری احساس کرد کم کم خشمش به نقطه اوجش نزدیک می شود. ناامیدی خود اونه. چطور زمانی که تو هیچ عیب و ایرادی نداشتی اون عادت کرده بود تو رو بپرسته؟ گوشهای گریس به محض شنیدن فعل گذشته از زبان مالوری سود کشید. عادت کرده بود. گریس بود که دیگری به سیگارش زد تا جرأتش را حفظ کند. مال، وقتی تازه ازدواج کرده بودیم همون اوایل من باردار شدم. چی؟ تو هیچ وقت این رو به من نگفتی؟ نه تو و نه هیچ کس دیگه از این موضوع خبر نداشت. راستش بارداری من قبل از برگزاری مراسم ازدواج اتفاق افتاده بود. اوه. در حالی که تونتون پلک میزد به گریس نگاه کرد. گویی برای اولین بار است که با او دیدار میکند. به نظر نمیرسید خیلی هم خوددار و ساده باشد. گریس به سردی و بدون هیچ حسی ادامه داد. بعد هم از دستش دادم. چرا هیچ وقت این موضوع رو با من در میون نذاشتی؟ میتونستم بهت کمک کنم. برای اینکه خیلی زود تموم شد، قبل از اینکه خیلی جدی شروع بشه. وقتی 4 ماهه بودم با درد خیلی زیادی از خواب بیدار شدم. همه جا پر از خون شده بود و من توش غرق شده بودم. وحشتناکترین شب زندگیم بود. عزیزم، واقعا متاسفم، ولی خب. مالوری با لحنی بسیار ملایم و آرام ادامه داد. این اصلا برای بار اول چیز غیرعادی نیست. گاهی یکم طول میکشه. گریس به آرامی گفت بله، اما تلاش دیگه‌ای هم در کار نیست. به خاطر وجود یه عفونت زخمی ایجاد شد. من هیچ وقت نمیتونم بچه دار بشم. مطمئنی؟ بله. مالوری با همون سماجت‌های همیشگیش گفت ببینم اصلا پیش دکتر رفتی؟ نه یکی، بلکه 3 تا. دوباره سکوتی سنگین برقرار شد. گریس به هوای تازه نیاز داشت. پنجره ماشین را پایین کشید و سکوت را شکست و ادامه داد. چند وقت بعد از اون ماجرا، راجر توی همون رستورانی که از من خواستگاری کرده بود میزی رزرو کرد و من رو برای شام به اونجا برد. همه کارمندان اونجا همون قدیمی‌ها بودند و یکی یکی با راجر دست دادند و به ما خوش آمد گفتند. سرپیش خدمت اونجا آلفونس همون میز مورد علاقمون رو بهمون نشون داد و ما رو اونجا برد. همون جایی که 2 سال قبل راجر روی زمین و جلوی من زانو زده بود. یادت هست؟ مالوری گفت بله، خوب یادمه که یه حلقه الماس بهت داد که تا حالا توی دست هیچ کس ندیده بودم. بله، از آخرین باری که 2 نفری با هم بیرون رفته بودیم خیلی میگذشت. ما کوکتل و نوشیدنی و دنده کبابی سفارش دادیم. به سلامتی هم نوشیدیم. راجر نگاهی به من کرد و سرش را تکان داد. حالتش عجیب شده بود. انگار صورتش از هر چیزی خالی شده بود. گفت تو هرگز اون دختر دوست داشتنی نخواهی بود که باهاش ازدواج کردم. من اول متوجه نشدم. فکر کردم داره یه جوک تلخ میگه. اما واقعیت چیز دیگه ای بود. اون در حال تعریف کردن یه جوک نبود. نوشیدنی خورد و ادامه داد. خب حالا به نظر چیکار کنیم؟
مالوری که در بهت و حیرت فرو رفته بود به او نگاه کرد. شک ندارم که اون فقط به پایان فکر می‌کرد. میدونی از اون موقع به بعد ما دیگه با هم نبودیم. گریس، اما این اتفاق اصلا تقصیر تو نبوده. گریس با سر انگشتانش اشک روی گونه‌اش رو پاک کرد. مال، دیگه هیچ فرقی نداره. من ناقصم، در هم شکستم. من نمیتونم چیزی رو که اون دوست داره بهش بدم. اون از ازدواج با من خیلی پشیمونه. آنها در حال عبور از ترافیک صبحگاهی لندن بودند. باران میبارید و پنجره‌ها پذیرای جویبار کوچکی بودند که روی آنها سرازیر شده بود. مالوری برفاکن ماشین را زد. با اینکه سخت بود، اما سعی کرد هر طور شده او را درک کند. هر مشکلی که در ازدواج او پیش می‌آمد، با حضور در یک مهمانی یا خریدی آرامش بخش در جواهر فروشی به راحتی حل و فصل می‌شد. از همان ابتدا هر چیزی که به عشق گریس و راجر مربوط می‌شد با افراط همراه بود. در مقایسه با زندگی سیاه و سفید دیگران، آنها زندگی رنگی داشتند. در همان دیدار اول در مهمانی رقص میدان گروونار، راجر دچار عشق بی‌اندازه‌ای نسبت به گریس شده بود. مدت زیادی از حضور گریس بی‌ریا و ساده و یکرنگ در لندن نمی‌گذشت. راجر در خرید هدیه برای گریس وسواس زیادی به خرج می‌داد و مدام برایش هدیه می‌خرید و همه جا عشقش را نسبت به او فریاد می‌زد. چند ماه بیشتر از آشناییشان نمی‌گذشت که آن مهمانی را به مناسبت تولد گریس در رستوران مجلل اسکاتس برگزار کرد و سورپرایزش را با گردنبند مروارید و دعوت کردن از 50 نفر از دوستانش تکمیل کرد. مالوری به خاطر آورد که آن روزها تا چه حد به این رفتارها و این عشق بی‌نهایت حسادت می‌کرده است و از اینکه جفری همچون راجر رفتار نمی‌کرد چقدر ناراحت شده بود. گریس بی‌نهایت باشکوه و مبهوت کننده بود. مدتی بعد نامزدیشان را به طور رسمی اعلام کردند که البته موضوعی کاملا آشکار بود. او تعجب می‌کرد که چطور چنین علاقه شورانگیزی می‌تواند به چنین بی‌علاقگی مطلق تبدیل شود. مالوری تلاش کرد تون صدایش را همانطور آرام و آهسته حفظ کند. گویی طرف صحبتش یک کودک یا فردی ناتوان بود. شاید به زمان نیاز داره تا بتونه خودش رو با موقعیت پیش اومده وفق بده. تا یکم عادت کنه. شاید این وضعیت موقتی باشه. مال، اتفاقا به نظرم اون تونسته خودش رو با موقعیت پیش اومده وفق بده و بدون من هیچ مشکلی نداره. اطمینان او به گریس برایش هزینه‌ای در بر داشت. سرش رو به پنجره ماشین تکیه داد. کمی بعد گفت مدتیه که دارم کابوس میبینم. توی جنگل دنبال کسی یا چیزی در حال دویدنم. ولی هرچه سرعت دویدنم رو بیشتر میکنم انگار ازش دور و دورتر میشم و نمیتونم پیداش کنم. گاهی به نظرم میرسه دقیقاً جلوی چشممه، اما به سرعت محو و ناپدید میشه. بعد هم یهو درون یه چاله سیاه و وحشتناک پرتاب میشم و از خواب میپرم. قبلا وقتی بچه بودم این کابوس رو میدیدم، اما حالا هر وقت چیزی اشتباه باشه دوباره با همین کابوس روبرو میشم. به طور مستقیم به مالوری چشم دوخت و ادامه داد. شب مهمونی هم دقیقاً همین خواب رو دیدم. گریس آهی عمیق کشید و قبل از اینکه مالوری جمله‌اش را بیان کند حرفش را قطع کرد و گفت مال، این برای من یه نومیدی بزرگه. گریس در موقعیتی نبود که تسکین دادن تأثیری برایش داشته باشد. همیشه به خودم امید میدادم که وضعیت تغییر میکنه و همه چیز درست میشه. به خودم میگفتم اون دوباره مثل قبل میشه و من هم براش همون گریس قبل میشم، اما هیچ چیز اونطور که من فکر میکردم پیش نرفت و همه چی بدتر از قبل شد. بیرون ماشین مه خاکستری ضخیمی سرتاسر هاید پارک را فرا گرفته بود. گریس به مه چشم دوخت. فکر میکنم فقط دنبال یه زمان بود تا چیزی اتفاق بیفته. مالوری حرفی برای گفتن نداشت. یاد آن جزوه کالج منشیگری در آکسفورد افتاد و اینکه چطور گریس به دنبال راهی بود تا مفید واقع شود. از اینکه آنطور بدون فکر ایده‌اش را رد کرده بود شرمنده شد. آنها پارک هلند، ایستگاه زیرزمینی و ناحیه شپردز بش را پشت سر گذاشتند. امروز صبح لندن بیش از هر زمان دیگری به یکی از تابلوهای آبرنگ ترنر میماند که با آبی‌های رویایی و متنوع و سبزهای مبهم و محو به یکی از همان نقاشی‌های نیمه تمام تبدیل شده بود. مالوری ته سیگارش را به بیرون پرتاب کرد و به گریس نگاهی انداخت. لب‌هایش جمع شده بود و روی هم فشرده شده بودند و میان دو ابرویش هم خط اخمی عمیق نقش بسته بود. دلش می‌خواست از گریس طلب بخشش کرده و دستش را به سوی دستان او دراز کند و در حالی که به گرمی دستش را می‌گیرد به او اطمینان دهد که می‌تواند برایش قوت قلب باشد. اما چگونه؟ نمی‌دانست. کاش کمی از عقل برخوردار بود و حداقل به نیابت از دوستش با ونسا درگیر می‌شد. در عوض همون کاری را کرد که مادرش همیشه عادت داشت انجام دهد. یکی از معدود نشانه‌هایی که علاقه مابین آنها را نشان می‌داد. مالوری از جیب کتش یک دستمال گردن جدید بیرون آورد. کمی عطر زنبق به آن دستمال زده شده بود. اتاق خواب دوران کودکی‌اش هم مملو از همین عطر بود و حالا آن را در دست گریس جای داد و فشرد. عزیزم، این رو بگیر. گریس دستمال را گرفت و تا کرد و در کیفش گذاشت. ممنونم. کی میدونه؟
مالوری از سر اجبار و به زور لبخندی بر لبانش نشاند و سعی کرد آن را حفظ کند. شاید عوض شدن زندگیت باعث بشه یه دنیا خوبی نصیبت بشه. مادام، کمک میخواین؟ دنبال صندلیتون میگردین؟ مهماندار هواپیما چهره جذاب و اندامی زیبا داشت. موهای صاف و خرمایی‌اش زیر کلاه لبه‌دارش به خوبی بسته شده بود. میان رنگ لباس فرمش با رژ لب قرمزش تناسب بسیار خوبی برقرار بود و لبخندی گرم و زیبا بر لب داشت. بله، ممنون میشم. گریس در حالی که مضطرب بود با نگرانی اطرافش را نگاه کرد و به کابین اصلی پا گذاشت. مسافران همگی در جای خود نشسته بودند و مشغول خواندن مجله بودند یا با یکدیگر گفتگو می‌کردند. مهماندار به بلیط گریس نگاهی انداخت و گفت: بله، جای شما همینجاست، سمت چپ. اجازه بدید کتتون رو آویزون کنم. ممنونم. گریس سر جایش نشست. از پنجره‌های کوچک و عجیب بیرون را با دقت زیاد نگاه کرد. کارمندان فرودگاه مشغول جاسازی چمدان‌ها در محل نگهداری بارها بودند. هواپیماهای غول‌پیکر نقره‌ای درخشان همچون اتومبیل‌ها پشت سر هم به صف شده بودند. حالت تهوع شدیدی داشت و عصبی و هیجان زده شده بود. مهماندار به سمت او برگشت و گفت: اولین باریه که به پاریس سفر می‌کنید؟ بله، و اولین باریه که سوار هواپیما شدم. مهماندار سعی کرد کمی به او آرامش بدهد. اصلا جای نگرانی نیست، کاملا امنه. میخواین برای اینکه آروم بشید یه لیوان نوشیدنی بنوشید؟ واقعا مطمئنید؟ یعنی نمیریزه روی زمین؟ مهماندار خندید و گفت: خیالتون راحت، نمیریزه. خودتون الان میبینید همه چیز خیلی آرومتر از اون چیزیه که شما فکر میکنید. آروم بشینید و به چیزی فکر نکنید. خیلی زود به مکان مورد نظر میرسیم. گریس به او نگاه کرد. به آشپزخانه باریکی قدم گذاشت که فقط با یک سری جعبه‌های فلزی و کشو پر شده بود و چیزی نگذشت که صدای مختص باز شدن چوب پنبه شامپاین به گوشش رسید. بعد هم او در نهایت آرامش و بدون هیچ مشکلی در حالی که سینی را در دست داشت در راهرو حرکت کرد و همچون میزبانی که در مهمانی به پذیرایی مهمانانش میپردازد لیوان را به دستش داد. پروازی که با خنده و نوشیدن همراه شود چیزی از شبیه به یک مهمانی. افراد این سوی راه رو با کسانی که در آن سو بودند حرف می‌زدند و معاشرت می‌کردند. خلبان خوش‌چهره یونیفرم پوش قبل از ورودش به کابین با خوشرویی به همه خوش آمد گفت و حتی یک شوخی هم کرد و آن هم این بود که گفت: چقدر تعجب‌آور از پرواز بر فراز کانال انگلیس بدون اینکه گلوله‌ای به طرفمان شلیک شود. و همه مسافران بعد از شنیدن چنین شوخی کنایه‌آمیزی برایش دست زدند. چند لحظه بعد همه درها بسته شد و موتور هواپیما روشن شد و تمام بدنه هواپیما به لرزه درآمد. هواپیما شروع کرد به حرکت کردن در طول باند، البته با صدای بسیار بلند و سرعتی که لحظه به لحظه بیشتر میشد. گریس از پنجره بیرون را تماشا کرد و سعی کرد تشخیص دهد کی چرخ‌ها از روی زمین بلند میشوند، اما بدون اینکه متوجه شود آنها به هوا رفته بودند و پیش از چرخششان به طرف چپ هواپیما زاویه‌ای تند به خود گرفته و از زمین فاصله گرفته و بالا رفت. ردیف‌های پرپیچ و خم خانه‌های آجری مشابه به هم لندن را به شهری شبیه کرد که فقط از هزاران سایه خاکستری تشکیل شده بود. آنها در چشم بر هم زدنی از آن سایه‌ها دور شدند و درون مه تیره و مرطوب فرو رفتند. ناگهان و به یکباره نوار باریک آبی رنگ درخشانی در افق پدیدار شد، درست بالاتر از ابری ضخیم که علت هوای بد آن پایین بود. گریس به صندلیاش تکیه داد و جرعه‌ای از شامپاین سردش را سر کشید و بعد همان نامه را از کیفش خارج کرد. بارها و بارها آن نامه را خوانده و مرور کرده بود، اما باز هم دلش می‌خواست دوباره آن را بخواند. گویی در جستجوی کشف موضوعی بود که از دیدش پنهان مانده بود. مادام اوادورسی. این نام برایش به کلی بی‌معنی بود، اما درونش نوعی شعر احساس می‌شد. ریتمی آرام و موزون داشت که تخیلش را به کار می‌انداخت. شاید یکی از دوستان پدر و مادرش بوده است، همچون مادرش یک نویسنده یا یکی از همکاران پدرش. شاید همون این همه راه تا پاریس می‌رود تا به کشف این حقیقت کمک کند که فقط با یک سوء تفاهم روبرو بوده است. به هر حال حالا به کلی از انگلیس دور شده بود و با قرار گرفتن سقف پهناور آسمان در برابرش دیگر اثری از انگلیس نبود.